سرخط خبرها: ادامه اخراج مهاجران اهل افغانستان از ایران و پاکستان. هشدار دونالد ترامپ به ایران: اگر معترضان را بکشید به نجاتشان می آییم. با مشروع خبرها با من علی سادات خوش آمدید. به دنبال اخراج گسترده مهاجران افغان از کشورهای همسایه، مسئولان در وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان میگوید که به تعداد 462 خانواده افغان از ایران و پاکستان اخراج شده و سپس به کشور برگشتند. به گزارش وزارت امور مهاجران، این خانواده ها شامل 54 خانواده از مسیر پل ابریشم ولایت نیمروز، 18 خانواده از طریق گذرگاه اسلام قلعه ولایت هرات، 25 خانواده از مسیر اسپین بولدک ولایت کندهار، 250 خانواده از گذرگاه ترخمی ولایت ننگرهار و 115 خانواده از مسیر بهرامچه ولایت هلمند وارد کشور شدند. مسئولان محلی میگوید این خانواده ها پس از ورود به کشور از سوی امارت اسلامی افغانستان مورد استقبال قرار گرفته و کمک های لازم بشردوستانه به آنان ارائه شده است. به گفته مسئولان، کمک های شامل مواد خوراکی، وسایل ضروری و خدمات ابتدایی بوده و روند رسیدگی به خانواده های عودت کنندگان همچنان ادامه دارد. گفتنی است که در هفته های اخیر روند بازگشت مهاجران افغان از کشورهای همسایه افزایش یافته و نهادهای مسئول از آمادگی برای فراهم سازی تسهیلات لازم برای عودت کنندگان خبر می دهد. ترامپ به ایران هشدار داد: در صورت کشتار معترضان آمریکا وارد عمل می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با انتشار پیامی در شبکه تروت سوشال به حکومت ایران هشدار داد که در صورت کشتار معترضان مسالمت جو، آمریکا برای نجات آنها وارد عمل خواهد شد. ترامپ در این پیام نوشت: اگر ایران به معترضان مسالمت جو شلیک کند و آنها را به طور خشونت آمیز بکشد، این کار معمولا انجام می دهد ایالات متحده آمریکا به نجات آنها خواهد آمد. او در ادامه تاکید کرد: ما آماده اقدام هستیم. این اظهارات با واکنش تند مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران روبرو شد. علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، سخنان رئیس جمهوری آمریکا را نشانه از دخالت مستقیم واشنگتن در اعتراضات اخیر دانست و گفت با این موضوع گیری پشت صحنه ماجرا روشن شد. همزمان علی شمخانی، مشاور رهبری جمهوری اسلامی، نیز هشدار داد هر دست مداخله‌گری که با بهانه‌جویی به امنیت ایران نزدیک شود، پیش از رسیدن با پاسخ پشیمان کننده قطع خواهد شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین تاکید کرد که هر گونه دخالت آمریکا در آنچه مسئله داخلی ایران خواند پیامدهای سنگینی برای منطقه خواهد داشت. او گفت ترامپ بداند دخالت آمریکا در این موضوع برابر است با همریختگی کل منطقه‌ای و نابودی منافع ایالات متحده. وی در پیام خطاب به مردم آمریکا افزود: ماجراجویی را ترامپ آغاز کرده است، مراقب سربازان خود باشند. اظهارات تند دو طرف در حال مطرح می شود که تنش‌ها میان تهران و واشنگتن بار دیگر وارد مرحله حساس شده و نگرانی‌ها درباره گسترش بحران در منطقه افزایش یافته است. برای دانستن آخرین اخبار نیوز پلاس را سابسکرایب کنید.